شب پرسید که خلوت کردن یا نکردن، جمع شدن یا نشدن یک مسئله. فرضاً اگر جمع شده باشن هر کدامشان، زن یکه خطا کرده است با زن دادر جمع شده است و زن دادر خطا کرده است با اکه جمع شده است، همینا را هر دو بگردانن به خونه پدری، همون دخترها به خونه پدرشان برند مانند. همینها این 3 ماه 10 روز اینا عده می پایند، در صورتی که اگر راضی شود هر کدامشان، همون اکه راضی شود بگه میلش زنی من به امو دادر من رسیده باشد من راضی میشم که امو را به امو بتیم، دادر بگه منم به امو راضی میشم، هر کدامشان همون نکاح کردگی زناشون حاج طلاق بکنن، به همون خواه رفتگی زنی همون دادر را در زن اکه نکاح میکنیم، اکه را در زن دادری که خواه رفته در اون نکاح میکنیم، مسئله در جاش قرار میستد، زندگیشون هم میبرن. اگر راضی نشون بگه که من راضی نمیشم، اکه بگه من زن ما دادرم نمیتیم، دادر بگه من زن ما در اکم راضی نمیشم، اینا را هر دو شب گردانن برن به خانه پدرشان. همین 3 ماه عده را بپاین. اگر در علوق در شکماشان یگان چیز پیدا نشده باشد، شکماشان تازه باشن، ای فرزند علوق نگرفته باشن، بگردانن بیارن، تعیین وقتی به شبه است با هر کدومش به زن خودش بترن، هیچ اشتباه نیست. وقتی که چنین مسئله بیان شد آنجا 1000 عالم به یک آواز نعره تکبیر الله اکبر برآمد که الحمدلله ما پیشوا داریم، صاحب دین و رهبر اسلام داریم، عالمی واقعی مثل امام اعظم داریم. بنابراین اون کسی طعنه میکند همین مسئله به گردنش بیاید همین بری بالای کراوات، اگر حسد ببره بشنانیمش، لیکن به بالای کراوات نشستن هم هیچ کس داملا و بزرگ نخواهد شد. شب پرسید که خلوت کردن یا نکردن، جمع